سلام دوستان، M6 هستم. چطورین؟ امروز اومدیم با ویدیوی آموزش ادیت اسلو در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. امیدوارم انرژی بالا باشه. بریم واسه آموزش. به دو تا برنامه نیاز دارید، یکیش کاین مستره، یکیش هم ویلوسیتیه. خب اول وارد برنامه کاین مستر میشیم. بله، ویدیوی مورد نظرتان راحت میدهید. خب بعد از اون جایی که مثلا درازترش کنید، بعد از اون جایی که میخوای مثلا اسلوشه باید برشش بزنی. مثلا من میخوام از اینجا که این میپره یه دونه برش میزنم تا اونجا که میاد پایین. قبلی هم یه دونه حذفش کنیم، این هم حذف میکنیم. بله، میایم اینجا سیوش میکنیم. اسکیپ. چقدر انگلیسی خوبه. بعد اینو دوباره میزنی، اینا برگردن. حالا این که دیگه مهم نیست ازش کنم. خب بعد میایید بیرون، وارد برنامه ویلوسیتی میشید، ویدیو رو اد میدهید. اینجا چیزش اول خب اینجا مثلا تعداد این که سنایسته کمتر باشه زیادتر روی 10 مثلا اینجا. اولش که مثلا تو برنامه میخواد خروجی بگیره این لگ میندازه، ولی بعدش اوکیه. خب این مثلا تعداد افکت رو صفحشه زیر 100 نمیشه گذاشت، من هم 100 میذارم. اون نو هم که بزنی، اون نو رو بزنی لگ میندازه دیگه. خب میزنه و خروجی بگیره با کیفیت 1080. نزدیک 2-3 دقیقه طول میکشه. خب من اینو کات میزنم، یعنی استوب میکنم، فیلم ها اوکی شد، مثلا تون میذارم. خب آقا این تایم بره، یعنی اولش مثلا دیر پر میشه، بعد که پر بشه تون میره. همین تویی که الان داری ویدیو رو نگاه میکنی، برو ویدیو رو لایک کن، یه کامنت خوشگل انگلیسی بذار، ما رو ساب کن و زنگوله بغلش هم بزن که کلی آموزش ادیت داریم و گیم پلی های خفن در آینده هم که میخوایم بهتر کنیم. دیگه چی بگم براتون؟ خب اینو واسه تا اوکیشه. دوستان وقتی ساب کردید یه کامنت انگلیسی که یه کامنت انگلیسی بذارید که اون سابتون نپره، چون ایرانی‌ها تحریمن، به خاطر همین یه کامنت انگلیسی معنی دار بذارید. خب من اینو کات بزنم. نه اوکی شد. حالا میبینیم که به نواز. خب میبینید که اینم اوکی شد و وارد برنامه کاین مستر میشید. این ویدیو رو حذف میکنید و همون رو میارید ادش میدید و میبینید که بله. خب دوستان این آموزش اسلو رو که خاص کردیم. فقط نامردی اگه تا الان داشتی ویدیو رو میدیدی لایک نکردی، همین الان برو لایک کن، ساب کن، زنگوله بغلشو بزن و یه کامنت انگلیسی هم بذار که سابتون نپره. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.